سلام بچه ها، خسته نباشید. بچه ما جلسه قبلی در مورد نیرو با هم دیگه صحبت کردیم. حالا میخوام در مورد کار باهاتون صحبت کنم. بذاریم بریم قسمت جدید. ببین، تعریفی که حالا کتابا از کار دارن اینه، میگه هرگاه نیروی به اندازه F بر جسمی وارد شود و آن را به اندازه D جا به جا کند، یعنی F بر روی جسم کار انجام داده است. بچه‌هایی که علت و معلولی رو خوب میدونن از همین جمله متوجه میشن که آقا لازمه این که من یک کاری رو انجام بدم اینه که یک جابجایی داشته باشم. خب ما رنگ اینو عوض میکنیم، واسهتون یه شکل میکشیم، میگیم فرض کن این یه شکلیه، این داره مثلا یه دی به این سمت جابجا میشه. چرا بد کشیدیم اینو؟ مسافه کشیم. این داره به اندازه دی جابجا میشه. فرض کن شما یک نیروی افی با زاویه تتا به این وارد کردی. اونجا میای میگه که آقا W برابر است با FD کوسینوس تتا. یعنی این چیزیه که شما تو کتابا میخونین دیگه. بذار رنگ اینو عوض کنیم. این چیزی که شما تو کتابا میخونید. حالا این که این FD کوسینوس تتا چیه، من اول به صورت مفهومی بررسی میکنم واسهتون، بعد میام حالا ریاضیاتش رو بهتون میگم. ببینید، ما یه نیروی افقی داشتیم مثل دی. الان من هرچی داخل این شکل دارم و میخوام شیفت کنم پایین. اوکی. بعد حالا یک جابجای افقی داشتم به اسم دی. حالا یک نیرویی هم داشتم که با زاویه تتا اینجا وارد میشد. ما میایم چیکار میکنیم؟ تو جلسه قبلی بچه اینجا نگاه کن. اینجا من در مورد آی حد جی حد باهاتون صحبت کردم. خب اگه یادتون نیست ویدیوی جلسه قبلی رو ببینین. حالا لینکش رو واسهتون میذارم، انشالله که میذارم، ولی خب ویدیوی جلسه قبلی رو بریم ببینیم. این قسمتش اینجوریه که من اول باید تجزیه بردارها رو بهتون درس بدم، بعد حالا برمیگردیم اینجا. پس ما یه دونه تجزیه برداری رو بهتون اینجا درس بدیم. فرض کنین که شما محورهای مختصات دارید. حالا یه برداری هم اینجا هستش. این بردار با مثبت محور x ها زاویه تتا میسازه. شما اگه مثلث قائم الزاویه رو یادتون باشه، این وتر من مثلا حالا هر چیزی که میذاشتیم اینم تتا باشه، این قسمت پایین بچه‌ها من وتر رو با آر نشون بدم. این قسمت پایین میشد آر کوسینوس تتا، این قسمت رو به رو میشد آر سینوس تتا. خب پس بنابراین من اینو میتونم مثل یک مثلث قائم الزاویه در نظر بگیرم، بگم این قسمت پایین اینجا میشه، اینو اگه آر در نظر بگیریم میشه آر کوسینوس تتا، اینجا هم میشه آر سینوس تتا، که شما این آر سینوس تتا رو شیفت کنین بیارین این ور، دقیقاً این قسمت میشه. درسته؟ به این کاری که انجام میدیم بردار آرمون رو میندازیم روی محورهای x و y، بهش میگیم تجزیه برداری. یعنی چی خانم آراسته میندازیم روی محورهای x و y؟ من دوباره این محور مختصات رو وسط بکشم. ببین فرض کن یه آینه‌ای گذاشتی اینجا و یه آینه‌ای هم گذاشتی اینجا. بعد از سمت پایین و حالا این قسمت از سمت چپ بهش نور تابوندی. شما وقتی نور میتابونید داخل آینه یه خط، یه سایه‌ای میبینی دیگه. حالا به جای آینه نه، اصلا پرده مثال بهتری. یه پرده بذارین اونجا، نور بتابونین. وقتی نور میتابونین یه سایه‌ای میبینید. خب
خب که همین سایه ها رو اگه پرده ها رو بذاری روی محورهای X و محورهای Y، همین سایه ها رو این طرف ها هم میبینی. پس به این سایه‌ای که از روی حالا بردار ما، نیروی ما، هر چیزی که هست روی محورهای X و Y میفته، ما بهش میگیم تجزیه برداری. تجزیه برداری حالا تعریف ریاضی، تعریف خیلی خفن ریاضیش اینه که شما بردار R رو به بردارهای آیحت و جیحت تبدیل کنی. یعنی بگی بردار R میشه R کوسینوس تتا آیحت به اضافه R سینوس تتا جیحت. خب حالا که من اینو فهمیدم، همین کار رو اینجا انجام میدم. میام چیکار میکنم؟ میام این نیروی F رو تجزیه میکنم. یعنی یک مبدأ مختصات فرضی اینجا بر خودم رسم میکنم. خب حالا دیم روشه. میام نیروی F رو تجزیه میکنم. یعنی چی تجزیه میکنم؟ یعنی از نیروی F نقطه چین نقطه چین نقطه چین نقطه چین عمود میکنم به محور X ها. از نیروی F نقطه چین نقطه چین نقطه چین نقطه چین عمود میکنم به محور Y ها. و حالا از مبدأ یه بار وصل میکنم به این نقطه چینی که اینجا عمود شد، یه بار وصل میکنم به این نقطه چینی که اون سمت عمود شد. بعد اینجا میگم که این قسمت پایین روی محور X ها میشه F کوسینوس تتا، روی محور Y ها اندازش میشه F سینوس تتا. داریم در مورد اندازه صحبت میکنیم دیگه. خب حالا ادامه بدیم. ادامهش راحت تره. اوکی، قبل از اینکه ادامه بدیم من دلم راضی نیست. بچه ها نگاه کنیم، ماها یادمون میره اونی که روی محور X ها کوسینوسه یا اونی که محور Y ها سینوسه. کدوم یک از اینا اینجوریه؟ ببینیم معمولا بهتون زاویه رو با محور X ها میدن. الان من اینجا کشیدم براتون F، اینجا زاویه تتا بهتون دادم. اینا میتونیم محور X ها فرض کنیم دیگه. به طور قرارداد کلی شما محور X ها رو محور افقی در نظر میگیری، محور Y ها رو محور عمودی در نظر میگیری. خب از اونجایی که تتا رو معمولا با محور افقی بهتون میدن، اونی که روی محور X ها میفته F کوسینوس میشه. چرا؟ چون کنار تتاه. اونی که روی محور Y ها میفته F سینوس میشه. چرا؟ چون دقیقا روبروی تتاه. یکم مثلثات بچه استفاده کنید. روبروی یک زاویه‌ای به ما سینوس رو میده، بغل یک زاویه‌ای به ما کوسینوس رو میده. خب ما بیایم این شکل رو ادامه بدیم. آیا لازمه من انقدر چیز میز برای کار بلد باشم؟ نه. ببین اصلا لازم نیست. یعنی همون F کوسینوس تتا رو F دی کوسینوس تتا رو شما بلد باشی کافیه. بذار برگردم این بنده خدا رو بلد باشی کافیه. حالا من چرا دارم اینقدر صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه اینجا قراره فیزیک رو مفهومی یاد بگیریم که بگیم که آقا اصلا این کوسینوسی که اینجا وجود داره چیه؟ خب اصلا چرا ما یک همچین چیزی رو داریم؟ درسته؟ خب حالا بیا اینجا. من گفته بودم ما این شکل اومدیم تجزیه برداری کردیم. این دیه که سر جای خودش هست. اینجا من یه F کوسینوس تتا دارم. اینجا یه دونه F سینوس تتا. بچه‌ها با توجه به شکل کدوم نیروه که در راستای جابجاییه؟ من راستا رو جلسه قبلی بهتون توضیح دادم. بذار راستا رو پیدا کنیم. کو اینا. ببین راستا رو اینجا بهت توضیح دادم. گفتم راستا یعنی دو برداری که روی یک محور قرار دارن. الان این پایین F کوسینوس تتا هم راستای دیه یا F سینوس تتا. میبینید که F کوسینوس تتا روی محور X هاست، دی روی محور X هاست، F سینوس تتا روی محور Y هاست. بنابراین F کوسینوس تتا و دی همراستا هستند. ببین بردارهایی که همراستا هستند در واقع نیرو و جابجایی که همراستا هستن کار انجام میدن. یعنی این F کوسینوس تتا است که باعث این جابجایی شده. چرا؟ چون هر دوتا روی محور X هان.
اینی که روی محور ایگرگه بچه‌ها باعث جابجایی نشده، پس اونی که کار انجام میده در واقع اف کوسینوس تتای منه که ضرب در دی میشه. حالا ما این فرمول رو خوشگل‌تر می‌نویسیم اف دی کوسینوس تتا. بچه‌ها این فرمول اینجوری به دست اومد، رفتن نیروها رو تجزیه کردن، بعد دیدن که کدوم یکیش در راستای جابجاییه. اون نیروهایی که در راستای جابجاییه میان کار انجام میدن. نیروهایی که بچه‌ها عمود بر جابجایی هستن هیچ وقت کار انجام نمیدن. این یه نکته. نیروهایی که عمود بر جابجایی هستن هیچ وقت کار انجام نمیدهند. اینو یادتون باشه. حالا بیاین یکم بحث رو دانشگاهی تر بکنیم. بچه‌ها نرین به معلماتون نگین که آره من فلان چیزو خوندم، بهمان چیزو خوندم، بعد یه دونه بزنن تو دهنتون که چرا الان خوندی. این کارا نکنیم. ما گفتیم ما اینجا داریم فیزیک و مفهومی یاد میگیریم، به خاطر همین مباحث و عمقی تر میریم جلو. وظیفه هیچ کس نیست که اینا رو بهتون بگه. اوکی؟ خیر بیا اینجا. گفته بودیم که آقا W میشه FD کوسینوس تتا. همینجا واسه ثابت کردم نیروهایی که در راستای جابجایی هستن. خب حالا سوال پیش میاد، آی خانم آراسته، اگه جابجایی تو به سمت بالا باشه F شما به این سمت باشه. خب اگر جابجایی تو به سمت بالا باشه F شما به این سمت باشه، اون موقع چی؟ ببین بهت میگم اون موقع میان چی کار میکنن؟ اون موقع میان این تتا رو بهتون میدن به جای اینکه این تتا رو بدن. یه لحظه متوجه داستان شدی؟ نه من متوجه نشدم چی داری میگی. ببین معمولا زاویه‌ای رو بهت میدن که نیرو داره با جابجایی میسازه. یعنی اگر جابجایی روی محور x ها بود زاویه رو روی محور x ها بهت میدادن. فرض کن این جابجایی دیه، اینم f شماست. یعنی یا این تتا رو بهت میدن یا این تتا رو بهت میدن. یعنی زاویه‌ای که f با محور x ها میسازه بهت میدن. چرا؟ چون جابجایی روی محور x هاست. اگر جابجایی روی محور y ها باشه زاویه‌ای که f با محور y ها میسازه رو بهت میدن. بنابراین هیچ وقت نباید به این فرمول شک کنی. حالا اگه شک کردی اینجوری که من شک کردم این چیزی که داری میگی، من بهت میگم که اوکی ما فرمول دانشگاهی رو بررسی میکنیم. میگیم W میشه F.D. چرا اینجا بردار نذاشتی اونجا بردار گذاشتی؟ داستانش چیه؟ این داتی که این وسط گذاشتی چیه و این داستانا؟ بیا ما با هم دیگه بررسیش کنیم. ببین این دات به معنای ضرب داخلی. اومدن چی کار کردن؟ اومدن گفتن که بابا ما یک سری کمیت هایی داریم به اسم کمیت های نرده‌ای یا اسکالر، یه سری کمیت هایی داریم به اسم کمیت های برداری. هر دوتای اینا جمع و ضرب دارن. جمع و ضرب. کمیت های نرده‌ای جمع و ضربشون عین جمع و ضربیه که تو ابتدایی خوندین. یعنی با هم دیگه جمع میکنین خیلی راحت، با هم دیگه ضرب میکنین اونم خیلی راحت تر. اما کمیت های برداری جمع و ضرب متفاوتی دارن. ببین جمع رو من جلسه قبلی اینجا بهت گفتم. نگاه کن. این دقیقاً جمع برداریه. خب یعنی نیروهایی که همجهتن رو با هم دیگه جمع میکنیم، خلاف جهتن رو از هم دیگه کم میکنیم، عمود باشن فیثاغورس میریم. یه فرمول کلی هم داشت که اگه یادتون باشه گفته باشم R1 به توان 2 به اضافه R2 به توان 2 به اضافه 2 R1 R2 کوسینوس تتا، که گفتم این مهم نیست. تقریبا ما خیلی کم از این استفاده میکنیم. سعی میکنیم بردارهامون رو تجزیه کنیم که راحت تر جمع انجام بدیم. ولی ضرب ببین چون برداریم ضرب ما هم متفاوته. ما ضرب‌های برداری ضرب‌های داخلی داریم، ضرب‌های خارجی داریم، حالا یه چند تا ضرب دیگه هم داریم.
مهمترینش این دوتاست، ضرب داخلی، ضرب خارجی. ضرب داخلی رو بچه ها با داش نشون میدن، ضرب خارجی رو با ضرب بزرگ، با کراس، به میگن کراس، با کراس نشون میدن. و هر دوتا اینا لازم داریم که بردار داشته باشیم دیگه، به خاطر همین علامت بردار گذاشته. حالا این ضرب داخلی بچه ها اینجایی که اف داد دی رو میگیم یعنی اف دی کوسینوس زاویه بین، کوسینوس زاویه بین اف و دی. به خاطر همینا کجا من شکل‌ها رو پاک کردم، به خاطر همین من بهتون گفتم بچه ها حتی اگه تتایی هم بهتون میدن حتما بین اف و دیه. خب یعنی هیچ وقت به اون فرمول نباید شک کنیم. پس بچه ها کار شما از یک ضرب داخلی میاد، ضرب نیرو و جابجایی، که این کوسینوس تتایی که می نویسیم زاویه بین اف و دیه. حالا یه نکته دانشگاهی دیگه هم بهتون بگم چیه؟ نکته دانشگاهی دوم اینه که بچه ها ضرب داخلی حتما بهتون یه کمیت نرده‌ای میده. یعنی شما هر وقت دیدی آقا یه کمیت برداری داری ضرب در کوسینوس داره میشه، بدون که حتما جوابش نرده‌ایه. از این چرت و پرتا تو کنکور زیاد میارن. خب حواستون باشه شما وقتی یه جای کوسینوس دیدی کمیتت نرده‌ایه. حالا جلوتر بهت میگم هر جای یه جای سینوس دیدی کمیتت برداریه. حالا بذار اینو همون موقع رسیدم به مبحثش بهت میگم. پس من متوجه شدم که در واقع W میشه F D کوسینوس زاویه بین. آقا نیاز بود ما این همه توضیح ازش بدونیم؟ در واقع 20 دقیقه من یه چیزی رو گوش بدم؟ نه اصلا نیاز نبود به هیچ عنوان. در سطح مدرسه به اف دی کوسینوس تتا بلد باشی کافیه. ما داریم میگیم که چرا این فرمول اومد و داره چی کار میکنه. خب نکات فرمولی که باید بلد باشید اینه که W که یک کمیت نرده‌ایه و این تتا هم زاویه بین F و D. خب حالا بریم سمت یکا. ببین F میشه نیوتن، D میشه متر. ببین کوسینوس سینوس ها یکایی ندارن. بچه نیوتن ضرب در متر بهتون یکای ژول رو میده و شما میتونید که ژول یکای انرژیه، درسته؟ و انرژی ها یک کمیت های نرده‌ای هستن، کمیت های برداری نیستن. پس این اثبات دیگری برای این که کار یک کمیت نرده‌ایه. اوکی. خب حالا کتابتون میاد 3 تا حالت رو بررسی میکنه. میگه حالت اول اینه که زاویه بین F و D یه زاویه کمتر از 90 باشه. یعنی اگر شما تتاتون کمتر از 90 درجه باشه اون موقع کوسینوس تتای شما مثبت میشه، پس کار شما مثبت میشه. حالا اگه زاویه F و D عموده بر هم باشه، میگه اگه تتای شما 90 درجه باشه اون موقع کوسینوس تتای شما 0 میشه، W شما 0 میشه. من اینو قبلا گفتم. کجا گفتم؟ اینجا گفتم که نیروهایی که عمود بر جابجایی هستن کار انجام نمیدهند. حالا بیا بعدی. اگر زاویه بین نیرو و جابجایی بیشتر از 90 درجه باشه، یعنی تتا از 90 تا 180 درجه باشه، اون موقع کوسینوس تتای شما منفیه، کار شما منفیه. اینا رو از کجا بدونم؟ بچه از دایره مثلثاتی. ما یه دایره خوشگل براتون بکشیم. اوکی. از دایره مثلثاتی شما میدونید که اینه بنده خدا کوسینوس، درسته؟ بعد اینجا 0 هست، 90 هست، 180 هست، 270 هست الی آخر. ببین تو ربع اول کوسینوس شما مثبته.
رو 90 درجه کوسینوست صفره، رو ربع دوم کوسینوس شما منفیه. چون میدونی دیگه اینجا صفره، اینجا مثبت 1، اینجا منفی 1 دیگه. به خاطر همین کتابتون یه توضیح فارسی داره، میگه که اگر نیرو همجهت با جابجایی باشد W مثبت است و سرعت زیاد می شود و در ادامه میگه که آقا اگر نیرو خلاف جهت جابجایی باشد W منفیه و سرعت کم میشه. حالا این که W چه ربطی به سرعت داره و این داستانا تو قضیه کار و انرژی بهتون میگیم، ولی یه مثال ساده براتون بزنم. شما فرض کنید پشت رولید و پاتون رو روی گاز فشار میدید، یعنی دارید یک نیرویی وارد میکنید همجهت، دقیقاً همجهت با جابجایی. اون موقع میبینید که سرعت شما داره زیاد میشه. اما حالا اگه به جای اینکه پاتون رو گاز باشه پاتون رو ترمز باشه، شما دارید یک نیروی خلاف جهت با جابجاییتون وارد میکنید. درسته؟ جابجایی به سمت جلوه، تو پاتو گذاشتی رو ترمز. اون موقع میبینی که سرعت داره کم میشه. پس اینو من میتونم حتی اگه قضیه کار و انرژی هم ندونم استنتاج کنم که آره اگر نیرو همجهت با جابجایی باشه کار من مثبت، سرعت من داره زیاد میشه. اگر نیرو خلاف جهت باشه کار من منفیه و سرعت من داره کم میشه. حالا ما ببین خیلی درس دادیم. اوکی، یه دونه مثال حل کنیم که ببینیم داستانش چیه. خب میگه نیروی 30 نیوتن آی حد به اضافه 40 نیوتن جی حد به جسمی به جرم 5 کیلوگرم وارد میشه، آن را به اندازه 6 ام آی حد جابجا میکنه، کار نیروی اف رو به دست بیاره. ببین جلسه قبلی بهت گفتم اگه این آی حد جی حد ها رو شنیدی، چقدر شکل و بد کشیدم، شما بهتر بکشید بدونید 30 نیوتن آی حد یعنی من 30 نیوتن در جهت مثبت محور ایکس ها دارم. 40 نیوتن جی حد یعنی من 40 نیوتن در جهت مثبت محور جی ها دارم. چی نوشتم اینو؟ 40. اوکی. 6 ام آی یعنی چی؟ یعنی من 6 متر جابجایی داشتم در جهت مثبت محور ایکس ها. خب اینا رو که ما نوشتیم. حالا بیا میتونم یه رنگ دیگه انتخاب کنم. اوکی. حالا بیا چیکار کن؟ بیا W رو حساب کن. بگو که آقا W من شده FD کوسینوس تتا. گفتم که نیروهای عمود بر جابجایی کار انجام نمیدن، پس اون 40 نیوتنه بچه‌ها هیچ کاری انجام نمیده، W صفره. اون 30 نیوتنه رو میتونیم به دست بیاریم. میگیم آقا 30 ضرب در 6 زاویه بینشون صفره. ببین دو نیرویی که در یک جهت قرار دارن، یا حالا دو نیروی موازی یا دو بردار موازی، بچه ها زاویه بینشون صفره. کوسینوس صفر هم بچه ها جواب در میاد 1. از اینجا 30 ضرب در 60 میشه 180 ژول. یعنی فقط نیروی افقی من داره کار انجام میده، کارش هم 180 ژوله. خیلی خوب بچه، این جلسه‌مون تموم شده. حالا ما مثالای بیشتر و جلسات بعدی حل میکنیم. امیدوارم که درس رو فهمیده باشید. موفق باشید.